1. سلام، امروز روز دوم مسابقه بفرمایید شام. میزبانمون لیلا خانم دعوتمون کرده به دل طبیعت شمال. مسابقه ما همونطور که از اسمش پیداست ضیافت شامه، ولی با اصرار 2 3. سلام، امروز روز دوم مسابقه بفرمایید شام. میزبانمون لیلا 1 2 3. سلام، امروز روز دوم مسابقه بفرمایید شام. میزبانمون لیلا خانم دعوت ای وا مدلش دیگه حتما. نه بابا. وایسا چرا ماما؟ سلام به همه عزیزای گروه. من مهوشم. امشب شب اول خونه ماست. ببخشید من خودم معرفی نکردم. من مهوشم، اینجا رستم آباد رودباره. یکی اینکه خواهرزاده عزیز رو سریم خراب شد من بگه بچه ها نیست همین شکلی داره رو سریم خراب سیل گرفته اینجا. بند بسته که جمع کردیم و میریم توی خونه. دیگه نمیشه که خریدیم. مرزی جون هستم پشت صحنه گرسنه. گندم غذا می‌خوری. یه تجربه بود با دوستا کنارم. خانم پشت صحنه خیلی خوشمزه است نه؟ نوش جانشون. یه ذره آروم‌تر. یه کوچولو ما الان میریم تو باشه. مرسی. یه ذره آروم‌تر. مثلا وسط دوتا اولا نشونگی چی بشه؟ به من چی میرسه؟ عروس و خواهرشوهر حریف شدن همه ولی حریف شدن حریف کششون کردیم خواهرشوهر حریف شدن اما یه دو تا قاشق بده توی فرشته قاشق نیست. اون قاشق اونجا پره. اونا یه بار رفتن تو اتاق. مرسی از گروه دفت نوازه که زحمت کشیدن تشریف آوردن. مرسی خیلی. زنده باشید. سلامت باشید. زنده باشید. الکی چیز می‌ذاریم فقط ما چون دوره هم بشینیم و حرف بزنیم. کاری به خوردن نداشتن. فرمالیته. الهی سلامتی استفاده کنید. فداتون بشن. خواهش می‌کنم.